لاساو در دیداری اول شهد غلبه را چشید و به مرحله دیگر برآمد. در وزن تا 60 کیلو اکنون باز ما پهلوانان امید بخشی که گفتیم درباره‌شان حرف زدیم که این دو تن ورزشگر که سید ابراروف حالا به میدان برآمده است در دوره اول، این پهلوان ما شه باز آزاد بود و اولین قدم های پهلوان امید بخش ما در مقابل ورزشگری 31 ساله بلغارستان حالا ما مشاهده میکنیم. یانیسلان گرچف 31 سال دارد، در 104 رقابت شرکت ورزیده است و در رده‌بندی هم نفر 31 به حساب می رود. بسیار هم رمزی سیدوف اینجا رجوع میکند به حالت میدان توجه دارد. رقابت پهلوانان ادامه می‌یابد. سید ابراروف این ورزشگری جوان ما که درباره‌اش البته ما بیشتر هم اگر توجه کنیم همان نتیجه های بهتری مسابقه های حدود جمهوری تاجیکستان. رؤوف حکومتوف و این پهلوان بیشتر تمرین می‌دهد. رقیب این ورزشگر هم در سال 2019 در مراکش در مسابقات گران پری برنده مدال برنجی شده بود. در تل اویو در همین سال هم برای مدال برنجی برای در سبقت های تسلا بخش ناکام شد، جای هفتم رو گرفت. همین از دستاوردی 31 ساله بلغارستانی پهلوان رقیب ورزشگری ما سید ابراروف. دو نفره که امروز به میدان می آیند، هم قیوم زاده و هم سید ابراروف، در مکتب مهارت عالی ورزش باید به نمادهای گشتین تحت رهبری رؤوف حکومتوف تمرین میکنند. شهباز حالا ببینید قدرتی عملی سازی همان اصول های پرتری رو بررسی ندارد. این است حسابی کم تجربگیش است. شیدو گرفت. هر دو پهلوان هم شیدو دارند. در مجموع مقاومت نشان دادن. ببینید که حرکت نکرد. اولین شده حریف رو دارد، یا چون با اصطلاح داور درجه المپی کومیکاتا که چون این لحظه رو هم یعنی حرکت داشتنی اول بسیار هم نقش خوب دارد برای هر یک ورزشگر. شهباز خیلی هم، اما فراموش نباید کند که سر را اگر سر خم باشد الکی به زمین افتیدن، در این حالت هم از میدان راندنش از نظر دور نیست و باید شهباز این را خوب هم داند و طبق قاعده عمل کند و این حرکت ها را دیگر باره تکرار نکند. شهباز به بهار 20 قدم می نهد امسال، خیلی جوان است. امیدواریم که این اولین اشتراک پهلوان ما در چنین مسابقات شهرت یافته شیدا به نماینده بلغارستان داده شد و باشد که البته یک تشبوس دیگر، یک حرکت بهتر، یک باز هم عملکرد جالب و جاذب رو هم در این روزهای اولی فصل احیای طبیعت خوب انجام دهد و با ما یک تحفه دیگر رو هم غلبه این پهلوان رو، چون تقدیمش واقعا هم باعث سرفرازی مردم شرفمند تاجیکستان است. فردی که باری اول پهلوان 19 ساله به بهار 20 قدم نهاده است در مقابل ورزشگری صاحب تجربه 31 ساله بلغارستان خیلی خوب ایستادگی میکند.
دقیقه آخرین وضعیت باز هم در عملهای پرتری اندک برای شهباز مشکل تر می شود. بهتر است که شهباز این حالت را با دفاع پشتی سر کند و ببینید که رقیبش هم خیلی خوب می داند که چی باید کرد و چی کار را خوب انجام دهد. با وقت اضافه البته باز هم شاید برای امتیاز طلایی اینجا ثانیه سنجی رقیب شهباز رو هم داور تاکید میکند که البته از توصیه ها خودداری کند. در مجموع خوب هم گویم براستی خوب بسیار هم ببینید در حرکت، در دفاع، در حالتهای خیلی مساعد، فرصتهای مناسب، جستجوی راههای دیگر. و اکنون باز هم توجه میکنیم به یک لحظه که اینجا با داور هم فرصت ها رمزی سعید توجه میکنن که چه حالتی غیر قاعده رخ داده است. این رو البته قیاس میکند و بعدا هم این مقایسه خودی هیئت مخصوص داوران است، نوارهای تکراری. در زمانی که این پهلوان به تاجیکستان آمده بود، داوری کنونی و با پرویز صابرов هم در ورزشگاه مرکزی نیروسنجی کرد و برای شاه جایزه پرویز این ورزشگر رو هم دچار شکست نموده بود. اگر اشتباه نکنم سال 2005 یا 2006 و شادی و خرسندی و خوشبختی این جوان 19 ساله خرسندی ما است. غلبه اولین شهباز سیدابرارov را تبریک میگوییم و امیدواریم که این چهره اکنون در دور دیگر هم باز هنرش را بهتر نشان میدهد. با